سلام عرض ادب. نگاه کنید این رفیقم یک غریب اومده، نگاه کنید چجوری میخواد این کبوتر رو بگیره. اگه غریب گیری کثیف. میخواد الان این کبوتر غریب رو بگیر. اینجا هم که دوناشون رو ریخته، اینم از گشنگی حواسش به این پسری نیست. لجنه، یعنی این واقعا لجنه. دی بگیره 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 دی بگیره دی تجیریه دی چرا کسافت لجه بیگه غریب گیر. بچه ها غریب نیست ها، این جوجه خودم غریب بود. اون موقع که ولشون کرده بودم یکی از اوناست برگشته، بعد چند روز برگشته. اینم کفی. ویدیو رو نگاه کنید، از گشنگی چینم نخورده. نگاه کن جوجه خودم.